انصاف علی هدایت هستم و برنامه 132 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امروز هم میخواهیم با تورق یک کتاب دیگری در زبان ترکی، ولی کتاب قدیمی که چند صد سال ازش گذشته باشه ولی خط دست نویس باشه، یعنی تا الان چاپ نشده باشه، میخوایم که با این فرهنگ و تمدن بسیار کهن و قوی آشنا بشیم. در نتیجه میریم سراغ کتاب های قبلا دانلود کردیم و ببینیم که تا کجا خونده بودیم. فکر کنم فتلی گاجا رو دید، ترکیسو گرفوزیر داستانهاشو خونده بودیم. تاریخ خود مکنون جایی ینگی دنیا، دیوان جلالی، نصاب البلاغه، خب اینا رو هم خونده بودیم. تفسیر قرآن، فتاوا. تفسیر قرآن اگر یادم باشه دستخطی بود که نتونستم بخونم و فتاوا رو یه مقدار خواندیم که در دوره سلطان سلیمان وقتی میخواد بیاد به جنگ طهماسب میرزا سوالهایی رو در راستای مشروع بودن چنین جنگی میپرسه و پاسخهایی رو از مفتی اون زمان میگیره. حالا ببینیم این چیه، رساله ابن زیدون و ابن نباته. ببینیم این چی هست و در چه سالی نوشته شده و به چه زبانی هست. اگر به زبانی غیر از فارسی باشه خب نمیخونیم. مثل همیشه یک نگاه خیلی کوتاهی به کاغذ کتاب داشته باشیم، به عکس کتاب داشته باشیم. میبینی که یک جلد سیاه رنگی داشته، احتمالاً پارچه بوده که روی مقوا کشیده شده یا روی کارتون کشیده شده. یه مقدار این قسمت‌های شیرازه که بازو بسته بشه، صفحه داخل جلد، این صفحه داخل جلد رو میبینید که یه لکه زرد اینجا هستش. کاغذ اینجا گره خلیلزاده، این هم یک، حالا برمیگردیم میخونیم. 360 هم یه شماره گذاشته شده اینجا. هو المعطا من کتب العبد الفقیر الیه سبحانه و تعالی محمد. حالا اینجا این برای دومین باری که این محمد امین بقیه رو اینجا رو پاک کردن. نمیدونیم چه کسی این کار، مملکت چی حالا این دیگه ممکت مبارکه سابقا غفر الله. حالا این چی بوده چیز کردن. اینجا هم یک سنه 1941 احتمالا اینجا یه عدد دیگری بوده که پاک شده. از اینجا وارد کتاب میشیم. به نظر میاد که در دوره عثمانی نوشته شده باشه، برای اینکه وقتی کادر رو میکشن و این گلها رو رنگ‌آمیزی میکنن مثل مناره و میکشن و مثل مناره میکنن، داخل مناره رو گلهای اسلیمی، حالا اینقدر که میگن به فارسی، اینها رو نقاشی میکنن. از مناره یه چیزی به طرف آسمان در حرکت، یه چیزهایی که در اینجا میبینیم که اون وجود داره. و بعد بسم الله الرحمن الرحیم در کادر زیر هم وجود داره. اینجا دو صفحه رو الان مشاهده میکنید که متاسفانه آسیب دیده و 2-3 تا حاشیه هم میبینید. در صفحات بعدی این کادربندی که داشت بالایی، اون کادربندی از بین رفته، با رنگ قرمز اینها رو کادربندی کردن. و همچنین میبینیم که بعضی از کلمات رو به رنگ قرمز نوشته شده یا نوشته اند با رنگ قرمز، و بر روی بعضی از کلمات احتمالاً عربی یا خیلی مهم یا قرآن، اینها هم رنگ قرمز کشیدن تا تأکید بکنن بر روی اون مطلب. صفحات بعدی هم همینطور به همین شکل دیده میشه و از این صفحه به بعد میبینیم که اینجا مطلع دیگر یعنی میان تیتر رو حالا در اینجاها میبینیم. بسیاری از جمله ها و کلمات که میبینیم که دوباره خط کشی شده یا به قرمز نوشته شده. اینها خیلی مهم هستند.
اینجا 2 تا کلمه میبینیم در کنار در حاشیه نوشته شده، احتمالا مربوط به متن هستش و اینجا یک مطلبی نوشته شده بوده جهل و احتمالاً براش یک شرحی برای یه چیزی نوشته شده بوده و یعنی گفته که این درست نیست. اینجا هم دوباره چند کلمه رو میبینیم که احتمالاً خلاصه هر مطلب در اینجا نوشته شده. اینجا چند سطری که در متن کتاب هست در حاشیه کتاب به شکل مثلا اینجا عجب، کتاب، معرفت، اینها احتمالا در اینجا تعریف میشه و اونها رو آورده. در همه صفحه هایی که تا اینجا میبینیم این به این شکل اومده، احتمال میدم که خلاصه اون مطلب باشه به شکل یک کلمه که بدونه در اینجا چی میگذره. احتمالا برای امتحان ما هم که دانشجو بودیم این کارها رو میکردیم که وقتی دیگه کل مطلب رو نخونیم، فقط این یک کلمه اگر تونست برای ما اون مطلب در صفحه رو یادمون بیاره که هیچ، اگر نیاورد این صفحه رو بخونیم مثلا. حالا از اینها بگذاریم. این کتاب 209 صفحه PDF هستش. در هر صفحه PDF 2 صفحه کتاب جا گرفته. این یعنی حدود 410 صفحه است. در نتیجه من اجازه میخوام که به سرعت بریم از هر 50 صفحه یه صفحه رو نشون بدیم، ببینیم که به نظرم خط در اینجا یه مقدار عوض شده باشه. حالا دوباره برمیگردم اول کتاب، قلم که 100% عوض شده به نظرم. بله صفحه 50 اگه دوباره برگردیم 54 55 به نظرم خط نه تنها قلم عوض شده بلکه خط هم عوض شده و در اینجا از اون رنگ قرمز و خطکشی هایی که بر روی کلمات دیده میشد اثر زیادی دیده نمیشه. فقط رنگ قرمز رو مثلا در هر چند صفحه یک دونه از اینها رو میبینیم. کادر هم قرمز رنگ هستش. اون حاشیه نویسی های قبلی در اون صفحات هم اینجا دیگه دیده نمیشه. بریم صفحه اینجا 113 رو میبینید، دوباره عین همون هست، خط همونه. بریم صفحه 150 ببینیم که اونجا چه خبر هست. اینجا صفحه 60 است. دوباره به نظرم یک مقدار دیگری خط عوض شد. خب به هر حال من خط شناس نیستم، در نتیجه نمیتونم در این باره قطعا حرف برای اینکه من ترکی رو هم تازه تلاش میکنم یاد بگیرم، این چیز جدیدیه که دارم یاد میگیرم. خب بریم صفحه آخر کتاب رو ببینیم. اینجا بله کتاب تموم شده، ناقص نمونده و حالا یک کادر زیر هم خالی مونده، احتمالا برای یه مطلبی در نظر گرفته شده بوده. کتاب در کتابخانه سلیمانیه در استانبول محله فاتح محله سی نگهداری میشه. یک عرب باشه که قره خلیلزاده آن را ترجمه کرده یا ترجمه ابن زید. نمیدونم این چه مفهومی میتونه داشته باشه. به نظر من میاد که قره خلیلزاده این کتاب رو ترجمه کرده. صاحب ترجمه قره خلیلزاده محمد سعید افندی حضرت لری دولت علیه ایلیده شیخ الاسلام و bir sene müddet صحایف اوراق افتا و استفتایه انبر مداد مشکین امدادلری مسکا الختام المشتر مخدوم مشار الیه حضرتلری فنون ادبیه و علوم غریبه بین الاهالی ممتاز و مسلم و مدت فتوالرنون و مدت فتوالرنون کمال تعزز و توگرله علم المشلردر. خب پس این کسی که این ترجمه رو احتمالاً صاحب ترجمه، یعنی این کسی که پول داده ترجمه کردن، قره خلیلزاده محمد سعید افندی حضرتلری هستش که فرزند شیخ الاسلام در دوره عثمانی. عرض کردیم کتاب در سلیمانیه نگهداری میشه. خوب المعطا من کتب العبد الفقیر الیه سبحانه و تعالی محمد امین.
این هم از کتاب‌های مجموع کتاب‌های محمد امین هستش که متاسفانه اینجا رو خط زدن، درش نمیشه متوجه شد که چی هستش. یه تاریخی هم اونجا بود و اون هم تقریبا دیگه خیلی قابل استفاده هست. بیایم ببینیم چی نوشته. متن کتاب رو ورق بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بی حد و شکر لایعد الخالق فرد و سمده السون کی نوع انسانی اشرف انواع خلایق و اتم اصناف ممکنات و جملسنه فائق و کرم و احسان شایان و لایق خلق و ایجاد و علوم ظاهره و باطنه ایله آراسته و معارف سوریه و معنویه. سوریه و معنویه هم میتونه باشه. ایله پیراسته و آرات و سبیل و آرات سبیل رشاد ایلده و افضل صلات و اکمل تحیات اولی آخر الرسل و خاتم الانبیاء الدغنه اقرار و ایمان و شریعت متحرسنه انقیاد و اذعان اوله نعم دارین اله متنعم و سعادات ابدیه ایله مستسعد و مختنم اولدی و ورود و سلام و درود احتمالا نجات و درود و سلام آل ازام و اصحاب کرام حضرات نه اولسون کی هر بری رهبر راه هدایت و راهنمای صراط مستقیم سعادت در. حالا اینجا بعد از اینجا یه حالت سه نوشته ولی به معنی میاد سه بعد از این. احتمال میدم اینجا مثل نقطه هستش که به هم چسبیده سه دندانه حالته. بعد از این اما بعده، اون اما بعده که بود این رو بعد از این نوشته. او بنده کمتر و ناچیز و عبد احقر حیرت آمیز محمد سعید ابن گرخلیل. پس اسم خودشو الان اینجا خیلی خوب معرفی کرد که محمد احقر حیرت امین محمد عبد آمین نوشته، اینم امین نیست. عبد احقر حیرت آمین محمد سعید ابن گرخلیل آملهم الله به لطفه الجلیل اگرچه قلیل البضاعه و عدیم الاستطاعه در ما لا یدرکه کل لا یترکه کله مهما امکن تدریس و تعلیم ایله وقت گذار و تحصیل و تفهیم ایله بیغفوله اشتغال ده تمکن و قرار ایله ادب هرچند کم فنون غامز المدرکی ذهن کلیل درکیدن عاطل و علوم صعب المنالی فهمیدن قاصر و ظاهل اوله. کتب ادب و محاضرات و تاریخ ایله تفکر لذیذ علمقه فراید نفسان سنی رشته نظره کشیده و صفحه درونه سرد و تهدید ادرده. این از حز میتونه باشه ولی این سرد چی میشه؟ درونه سرد و تهدید ایدرده. bir gün فاتره خطور etti ki Risale-i İbn Zeydun ve İbn Nebaten'ün şerhi ki şerh uyunudur تنظیم و نثری مشتمل و تاریخ و ادب و محاضراتی محتوی و متکفل علوم فواید کثیرسی و لطایف و فیرسی ایله و لطایف و فیرسی المغله لسان فصاحت بیان عربیدن زبان ملاحت نشان ترکیه نقل علومسه ابکار معانی و مزامینه لباس فاخر الفاظ ترکیه الباسیله bir yüzden dahi
bir yüzden دخی خوب صورتیله جلوه نما و تبایع معارف شناسان indinde معتبر و مقنا olurdu diyor. رشیق القداسیل الخد یرائی ناسج نسور و نازم و اخذ جودت کلامی له و اخذ جودت کلامی له بیاض روی شاهد صحایف فراید کلماتی نظم و تزیین و خال سیه مثال نقطه و حروفی له ترشیح و تحسین ایلیالیم. خب پس این کتاب در اصل نوشته یک کتابی هست نوشته 2 نفر به نام، اسم کتاب اصلش هم اینجا آورد، گفتش که این اصل کتاب عربی بوده، ایشون اومده حالا اگر تونستم حالا اون رسال ابن زیدون و ابن نباته یک کتابی نوشتن که اسم کتاب شرح العیون هستش. حالا اومده این شرح عیون رو ترجمه کرده به ترکی و در مورد زبان ترکی هم خیلی کلمات زیبایی به کار برده که نشان میده در اون مقطع تاریخی زبان ترکی بسیار بسیار جایگاه سیاسی، اجتماعی و آموزشی دانشگاهی در ترکیه داره. در این مورد حرفای جالبی رو میزنه که من هم اون ویدیو رو در اینستاگرام گذاشتم که دوستان بتونن ببینن که در 250 سال گذشته به خصوص بعد از فروپاشی عثمانی چطور دروغ‌های عجیب غریب رو، این که در دوره عثمانی شاهان به ترک‌ها خر میگفتن، نمیدونم از این حرفا، همه اینها چیزایی که میخواستن ما رو چیز بکنن، از گذشتمون بیزار بکنن و موفق هم شدن. در حالی که این کتاب‌ها، همه این کتاب‌هایی که تا الان بیش از 200 کتابی که تا الان در این 132 جلسه به معرفی اونها به اول به خودم و بعد اگه دوستانی علاقه داشته باشم به اونها معرفی کرده باشم و تلاش کردم که بخونم. بعضی ها رو تونستم بخونم، بعضی ها رو احتمالا حدود 5-6 تایی از اونها رو نتونستم بخونم به خاطر خطشون. در نتیجه امیدوارم که بتونن بفهمن که در اون دوره زبان ترکی جایگاه بسیار بزرگی داشته. مثلا نگاه کنید، میگه که و تاریخ ادب و محاضراتی محتوی و متکفل علوم فواید کثیرسی و لطایف وفیر خیلی زیاد. المغلع لسان فصاحت بیان عربیدن، از زبان عربی که فصاحت، زبان ملاحت، زبان نمکین دوزلو دیل، زبان ملاحت نشان ترکیه، نقل علونسه، ابکار معانی اباکر مثل ابکار معانی و مزامینینه، لباس فاخر الفاظ ترکیه، الباسیله bir yüzden dahi خوب صورتیyle جلوه نما و تبایع معارف شناسان indinde معتبر و معتنا olurdu، یعنی قابل اعتنا. دقت بکنید خیلی، یعنی در مورد زبان ترکی خیلی کلمات بسیار زیبایی رو به کار میبره که ارزش و جایگاه زبان فارسی در اون مقطع در سیستم اداری آموزشی و من حالا دارم اینجا میگم که تمدن مکتوب و فکریه، تمدن فکری و مکتوب. برای چی میگم؟ برای اینکه افکار رو اگر ننویسید از بین میره، با مرگ انسان ها اون افکاری که داشتن از بین میره، ولی وقتی مینویسید تبدیل میشه به کتاب و در نتیجه ما با یه تمدن فکری کتابی روبرو هستیم. خب خال سیه مثال نقط و حروفی ایله ترشیح و تحسین ایلیان، اما
محب، با این دو چشم است، حب بخشیدن فکر کنم، مهندن، اما محب مهندن ریاه خاطر مشتده و مشتده بوزان و تشتت قلب فاتردن اوراق امانی متساقط و پریشان المغل قوتن فعله و نیتن عمله گترمک میسر olmamıştı. Lakin bir روز فیروز و bir دم نشاط بخش بهجت افروزده گوشنشین انزوا و دوام دولت علیه دعاسنه دست برداشته درگاه خدایی کن طبیعت میدان غم گسارده کمیت پند و نصیحت سوار و هر جانبه هر جاینه جلوه و جولان و آخر کار ارخای اینان ایله دلاگر آیدت روزی غمی پیش چو یاری باشد و غمخوار غم نیست بیتی ایله ترنم ساز اولرد bu inziva ve feragat neçeye deke ve bu hicab neçeye dene احتمالاً هم میتونه باشه و bu hicab و تواری. حالا اینجا برای یک دومین بار احتمالاً از نقطه سیاه استفاده کرده و bu hicab و تواری سینه زمان دک. حالا نجیه دک اینجا پس نچه او فراغت نیچه دک و بو هجاب و تواری سینه تواری نه زمان تواری سینه احتمالا باشه تواری نه زمانه دک حمدالله که سنگ کلک ابر افشان احتمالا مثل انبر باشه ابر افشانون طرز انشاده دخی رشح لعالی ایلر خصوصا بو زمان سخنور و دانشور رتبه سنجه محسود نادان و مغبوط جهلای بی از آندر نه زمان جرسه جرک جرچی جرکون خیر متاع سخنی بو روایجده ایدن کذبیل دعوای زیان دیوب رساله محمودهی شرحیه ترجمه حس و این ه و سه هستش ه حسن ترجمه حس و ترغیب و املا و انشاسنی تشویق و تصویب ایلدکده مستعیناً بالله تعالی تنمیگ و تحریر نشروع علنوب فوائدینی بسیار و منافعینی اکثار اتمک ملاحظه سیل کتبلر احتمالاً کتبلرب حالا اینجا و محاضرات و لغات و تواریخیدن زفریاب الدغم امثال عربیه و فارسیه و اکسانه عجبیه و نوادر غریبه اینم احتمالا عجیبه باشه و افسانه عجیبه و نوادر غریبه و ابیات لطیفه و لغات مشکله. حالا اینجا پاک شده متاسفانه. ترجمه منه تحریر و اتمام اتدکتن sonra ترجمه منهو احتمالا باید بخونیم تحریر و اتمام اتدکتن sonra بعض کتاب تکاسل بیشنن ücret kitabeti bir gün müqəddəm əxz edərdim. Bir gün müqəddəm əxz edərdim əndişəsi dərun bətalət qarnində cayguzin olub əksər minhullərini Türki illədikdən maəda mütaliəsi ilə təfəkkühə rəğbət
بوران ارباب فضل و کماله هامشه نظر انداز علمق اسیر و تکلفتن خلود رها بیرون حوصله اسکان بیرون حوصله امکان الدغی مستغن ان تقریر المغل تکرار هامش ترجمه ده محرر اولان فواید نفسیه اولون بدع و شروع اولوندی و الله میسر للاتمام و الاختتام. مقدمه در ذکر منشی این رساله. ببینیم چی میگه اینجا. بو رساله مقبوله‌ای رشته لالیی انشایه کشیده و یراؤه در ریاش کلمات لطایفتن صفحه اوراق جوهر حروفینی سبیک سطور ایدن و زیرا دیبنون کتیبسی ابوالولید و اسم سامیسی احمد ابن. خب حالا اینجا یه چیزی گفت که بذاری برگردیم. خود رساله مقبوله‌ای رشته لالیی انشایه کشیده و یراعه دررباش و یراعی دررباش کلمات لطایفتن صحیفه اوراقه جوهر حروفنی سبیکه سطور ادن و وزیر ادیبن کنیسی ابوالولید. کنیه این آدمی که حالا کتاب رو احتمالاً هر روز قبل از این که بره خونه پول فرداشو میداده که بیا آقا فردا کتاب رو بنویس. احتمالاً وزیر ادیبن کنیسی ابوالولید و اسم سامیسی اسم عربی سامی عربی احمد ابن عبدالله ابن غالب ابن زیدون المحرومی الاندلسی. احتمالا مخرومی هم باشه محرومی هم میتونه باشه. المحرومی الاندلسی داره. حالا این نویسنده اهل اصل کسی که این کتاب رو نوشته به عربی اندلس امروزه زندگی میکرده. اونجا اون زمان هم اندلس بوده، امروز هم اندلس هستش، ولی از جنگ های صلیبی و تحت اشغال صلیبی ها مسیحی ها بوده و هر کسی اونجا خاص بمونه باید دینشو و زبانشو و همه چیزشو عوض میکرد. حالا این وزیری که ادیب بوده خودشم کنیش ابوالولید و اسمش هم احمد ابن عبدالله ابن غالب ابن زیدون المحرومی الاندلسی درچی شعر و انشا و کتابت یگانه و میدان فصاحت و بلده گارتبده پا نهاده سرای وجود المشتر. این آدم در سال 394 قمری، یعنی از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 394 سال گذشته، این آدم این وزیر به دنیا میاد در گرتپه، یکی از شهرهای اندلس. این انسان شریف به دنیا میاد که میگه خودش در نوشتن و کتاب شعر گفتن و نوشتن کتاب همتا بوده. بلده گرتبده پا نهاده سرای وجود المشتر. پا نهاده این سرای وجود یعنی این کره زمین، پاشو گذاشته به اینجا، اومده به دنیا، میخواد اینو بگه، خیلی چیز میخواد بکنه. و وزیر کاتب معناسنه علوب خورشید طلعتا و وزراء توجهون من اکنون 3 ماه. حال اینجا احتمالا یه چیز هستش، یک شعر اینجا معناسن علوب، وزیر کاتب معناسن علوب، یعنی این بیتی که احتمالا داره میاد
معنای اون وزیره، اون وزیر رو معنا خورشید طلعت‌ها وزرا توجه من، اکنون 3 ماه رفت که تأخیر میکنند. بیننده وزرادن مراد، بیننده ما که داریم میبینیم کتاب رو، بیننده وزرادن مراد کتاب در، وزیر مشار الیه مشار بالبنان، اولان علمای زل امعاندن برینون نسل نجیبندن المغلب بیر طفل. حالا این بخل نجل نجیب ظهور ادب هنوز نارسیده ایکن تحصیل معارف کلیه و جزئیه بداع و اشتغال و علوم عربیه و ادین نکت و مزایاسنه وصولیده بذل مقدور ایله صاحب کمال و امثال و اطراینه نظم و نصرده فایق و اقران و هم رتبه ابن جهور که ارباب دانشه اکرام و قدر و منزلت لرینه جره هر برینه احترام اتمکل معروف و کندی دخی بیر ادیب کامل المغل دامن کرمینه تشبس آرزو سیله اول طرفه محمل بند عظیمت و ذات و حیثیتی وسیله سیله داخل کهف الامانی و ندیم صاحب سرسامان اولونوب قدر و منزلتنی برتر و عالی و اوصاف جمیلسی معلوم اسافل و اعالی اولدقته ملک مومی ایله نظام امور مملکتی چون سایر ملوک اندلس الجی ارسالی اقتضا ایلدکته ارکان دولتون عقل و ارشدی و وزیر مشار الیه المغل الرسول و یدل علی مقدار العقل مرسله قولنه رعایتن سفارت تعیین و اختصاصنه جرع رأی و حرکتی عقل نادریه دانته تفویض و تقلید و ارسل. حالا من اینجا دانته خوندم، احتمالاً نمیدونم دانته باشه یا نباشه، ولی من دانته دارم میبینم این رو. داننه نه ببخشید، داننه بهتره، دانته نیست. قول رعایت است. ببینید کلمه سفارت در اون سالها به کار میرفته. قول نه رعایت سفارت تعیین و اختصاص نجره رأی و حرکت عقل نادره داننه عقل نادره داننه تفویض و تقلید و ارسل حکیم اولا توصیه امر ایله عامل و رأی و تدبیر نه راضی و قایل اولوردی اهالی مملکت دخی ابن زیدونه ملک میل و توجهنی و علو و رتبه و شانینی مشاهده ایلدیک تردد و انتصاب اتمکه کوشش ادرلردی و فی الحقیقت حسن خلقی و خصال حمیدسی خلقی کندویه بنده افکنده و چاکر زرخریده اتمک رتبسنه واصل المشتی چونچه ابن زیدونون نظام حالی نت زمان ستمادی و باقی و وقع و اعتباری روز به روز متزاید و مترافی احتمالاً اولدی حساد بدنهاد که آتش حسدلری سر شرارفشان و حریری برکونه راه فسونسازی راهی و مکر و حیله ایله ابن زیدونون ترد و ابعادنه مجد و سائی علوب لکن ملعنت جلیلری آشکار المغل کارگر المدی اما زمره ملعنت، این ملعنت از کلمه لعنت هستش، چی هستش نمیدونم، اما احتمالا این زمره باید بخونیم،
اونجا روی زغره هستش، اما زغره ملعنت، من این زغره نمیتونم بخونم، زمره بخونیم ببینیم چی میشه، احتمالا ولی زغره هم باشه یا زفره هم باشه. زفره ملعنت شعاردن بریک الزم للمرء من ذله و فقته و فقته ابن زیدون مجلسنا ملازم و صورتا و صورتن تصدیق و غمگساری و حسدنون bu مقوله اتوار ناپسندیدlerine iki min، حالا این دو بیتم احتمالا این بیت باشه نیتم، iki من چی و ترتیب خزانه‌lerine iki من ینتم، نمیتونم این چی میتونه باشه، ینتم نه و ترتیب جزاlerine دامن در میان و عازم الوردی، اما اکبر الاعداء اخواهم مکیده سر احزاده اعانت و مکرو خدیعه‌lerine خدیعه‌lerine متانت و ورب آخر الامر نفاقleri ابن جهوره تأثیر و مقدمات فریب اجتمالleri نتیجه پذیر علوب دروغ و اراجیفlerine اعتماد و غضب و اعتاب ile وضع زنداندن و ازلم من اللیل bir محله حبس و بند بلایه گرفتار و اسیر اتدکته ابن زیدون بوریه ادباردن bu رتبه احتمالا رتبه ادباردن منزجر و محزون و هر روزی اطول من یوم الفراغ المغله طاقت گداز و ناله و فریاده آغاز ادب، هرچند که استعطاف و استعفایی متضمن رسائل عجیبه و قصاید لطیفه و غریبه ارسال ادردی، آتش غضبی مشتعل و شرار افشان المغله باعث الورد آخر کار الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین مسلکینه سالک و بیر شب دیجورده فراره متحلک و سبا سلامته و سوی سلامته زیر زمیندن سیلوش روان و جان شیرین خلاصه سعی و شتابان اشبلیه صاحبی معتزد لقبیل ملقب عباد ابن محمدin کنف حمایسنه وصول ایله رهایاب اولدخی تلقی بالقبول ایله اکرام و کامیاب ادب رتبه وزارتی احسان و امور مملکتی تفویض و الباس همان لباس و الباس خلعت نما خیر ایله تکریم فراوان ایلدی مومی ایله ابن زیدون رأی و تدبیر ده. اینجا دیگه خط عوض شد یه مقدار، یعنی من تا اینجا با خط یه مقدار انس گرفته بودم ولی اینجا یه مقدار خط عوض شد، قلم عوض شد یه مقدار زیادی. کامیاد ادب رتبه وزارتی احسان و امور مملکتی تفویض و الباس خلعت نما خیر ایله تکریم فراوان ایلدی مومی ایله ابن زیدون رأی و تدبیره علا عدیم المثل و فضل و هنرده بی همتا و مسلم الکل اولدغندن ما ادا اتوار پسندیدسنه بناهن محبوب قلوب عالمیان و ممدوح کافی رعایا و اعیان و هر کسل لطف و کرمی مبذول و رایگان ایدی. کتاب از ذخیره ده ابن بسام بعض وزرا اشبلیدن نقل ایله ذکر ایدر که birgül ابن زیدونun تسری ایلدیه. حالا اینجا خوب هستش، برای اولین بار میبینیم که در مورد سرنوشت
این وزیری که عاقل بوده و اهل ادب و شعر بوده و خودش کتاب می نوشته و به نویسندگان جایگاه حالا احترام بسیار زیادی هم از نظر اخلاقی و ادبی و هم از نظر مالی می کرده، در مورد سرگذشت اون هم مطلب نوشته. این برای اولین باره که در این کتاب ها با یه چنین چیزی مواجه میشیم که حالت داستانی خیلی زیبایی هم داره. خب میگه که نقل ایلی از ذکر ادر که بیرجون ابن زیدونون تصری ایلدیگی جواردن بیری وفات ادب کبار و اعیان و اتباع و دائیان جنازسنه حاضر و هر بیری علا مقدار مراتبهم ابن زیدونه تعزیه آغاز و تسلیه بخش و خاطر نوازیده نقدینه درر کلمات لرین صرف اتمده اتناب و ایجاز اتدکلرنده فزاد افزادن جواب تصدی و هر برینه الفاظ مضامینی مختلفه و متغایره کلمات دریت نظامی سلک آرایه نظم و بیر yüzden لطافت آمیز جواب وردیگه وسعت میدان فصاحت و بلاغ و استهزارینه رتبه اولدوغی تکرار معلوم جهانیان اولدی و مومی ایله. حالا این مومی چی هستش نمیدونم. مومی ایله 463 senesine varınca مومی ایله 463 senesine تا سال 463 زنده بوده. وارنجا عباد و پدری معتمد علی الله خدمتلرinde مکرم، احتمالا رفته خدمت خلیفه. معتمد علی الله خدمتلرinde مکرم و محترم و اشرف خدمات ده منصوب و مستخدم اولوب سنه مزبور ده ارتحال دار بقا ایلمشتر. پس ایشون در سال 463 فوت کرده. حالا من قبلی رو ننوشتم 300 و چند بود، جمع بکنیم حدود 100 سال این آدم زندگی کرده در اون سالها که یه مقداری هم زندان رفته و اینها. حالا به هر حال خدا رحمتش بکنه که این کتاب رو برای ما حداقل تا اینجا که ما میدونیم این کتاب رو برای ما به یادگار گذاشته. پدری معتمد علی الله خدمتلرinde مکرم و محترم و اشرف خدماتده منصوب و مستخدم علوب سنه مزبورده ارتحال دار بقا ایلمشتر. مورخیندن ابن حیان و ابن بسام و غیرلری ابن زیدون فضائل و اخبارندن بیرر نبزه ذکر و بیان ایلمشلر در از جمله مرتب دیوانی و رسائل کثیرسی علوب. پس نگاه کنی خود اون آدم دیوان داره و رسائل کثیره داره، یعنی کتاب‌های زیادی رو نوشته. جزوه‌های حداقل اگر رسائل رو به عنوان جزوه بگیریم جزوه‌های زیادی رو نوشته. نظم و نثر فایق الاقران و اهل ادب ایندنده مشار الیه بالبنان در و وادی شعر و انشاده ماهر و نقاد اولا او اولانلر نظمی نسریندن اجود و احسن در دیگه حسن دیباجه الفاظ و ایزاه معانیه موفق اولدغنه بناءن یتحری الغرب تسمیه اتمشلر. یتحری غرب رو حالا اینجا نمیدونم منظورش از غرب چی هست. یتحیر الغرب تسمیه ایلمشلر در، این رو گفتن که کسی هستش غرب رو به تحیر واداشته. و نصرده امثال عربی و اشعار متقدمین و متأخرینی افراد ایله ایراد اتمکله منظومی منصور نه غالب اولده. یعنی حالا اشعار عربی به سبکی که مقدمین عربی یعنی قبل از اسلام و بعد از اسلام شعر گفتن، بر اساس همونها، بر آهنگ اونها، بر وزن اونها، بر معنای اونها
این شعر میگفته به قدری که اشعارش از نوشته های منثور یعنی نثر کتاب مثل کتاب که الان داریم میخونیم از اینها خیلی بیشتر شده. غالب اولو بادی نظرده بیل جمله منظوم زن اولون مغرط و لرینه رسیده المشتور بو وادی دخی اطلاع معجبینه و استحضار معجزینه دلالت ادر اعجاز نصری فصاحت و بلاغت ده نرتبه بالغ الدغی بو رسالهی سردایله معلوم اولور. بو رساله من اینجا حالا اینو سردا هم میخونم، سروی ایله هم میتونه باشه، مروی ایله، رساله مروی ایله، رساله مروی ایله معلوم اولور که سایر نصرلرینه نمونه دور اشعارندن دخی بعضی مرتبه ذکر اولونسون که لیس ان بخر الکلعیان لیس الخبری کلب عیان. حتی رتبه بلاغتی یقینا معلوم ارباب فهم دانش اولا او از جمله مسجونی کن ابن جهوره خطاب ادب ارسال ادگی گسیده دور چی ذکر اولونده. خب حالا اینجا از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد کتاب بشه. تا اینجا مقدمه‌ای بود در مورد اون وزیر، حالا از اینجا به بعد احتمالا داره وارد کتاب میشه، ولی ببینیم این کتاب چی هست. حالا اینجا یه قصیده‌ای اون خود اون آدم نوشته بوده، زیدون نوشته بوده، ما جعل یعدک لحظی فی صناع القمر على ذکر العین بالاثر ولا استطلت دماء الليل من أصف إلى ليلة سرت مع القصر يا ليت ذاك السوار الجوني متصل قد استعار سواد القلب والبصر جمعت معني الهوى في الحظ طرفك لي ان الحوار مفهوم من الحور یا حوار، احتمالا حوار هم میتونیم بخونیم. لا یحنا الشام شامتا ترتاح ناظره اني معني الاماني زايء الحضر هل الرياح بجمع الأرض آسفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر إن تال في السجن إيدائي فلا عجب قد يودع الجفر حد الصارم الذكر وإن يثبت أيا لحزم الرضي القدر أن كشف ذري فلا أتبع على القدر من لم أضل من تعنية على سقه ولم أبت من یقینه علی الحضر. حالا بعضی از کلمات رو دیگه عربی صداگذاری هم نشده، یه مقدار هم خطش فرق میکنه، در نتیجه ببخشید اگر غلط هم بود. این شعر یه قصیده بود دیگه. جال فعل ماضی چی؟ جاله، حالا اونجا دیگه نمیدونم چی هست، احتمالا یعنی ادامه داره یا نداره نمیدونم. این جاله فعل ماضی علوب جولیدن، اون جاله که یه جایی بوده در این متن میگه اون چی هست؟ فعل ماضی علوب جولدن و جولانیدن مشتق دور و لحظه مؤخر عین ایله و لحظ اون کلمه‌ای که بالا به ما خوندیم احتمالاً درست خوندیم فی لحظ اون رو و لحظ مؤخر عین ایله نظرت درلر، نظرت درلر و سنا دوباره در بالا اون حالا معنی میکنه بعضی اون کلماتی که برای من نه برای اونا که عربی میدونن براشون
حالا کلمات سخت چیز رو شعر رو معنی میکنه. و سنا زو معنا سندور، اون سنا سین نون الف، سنا به معنی نور هستش، زو معنا سندور. و اصف شد حزن، و اصف اشد حزن معنا سندور. و جون، حالا اون بالا دوباره اون اصف بود، حالا جون هم اونجا در بالا بود. از دادن علوب بیاض و سواده اطلاق علو نور. جون کلمسی برای کلماتی که ضد همن به کار میده، شب و روز مثلا، سیاه و سفید، میگه اینجا اونو میگه. از دادن علوب بیاض و سواده اطلاق علو نور. برای میگن جون یعنی چی؟ یعنی که سفید و سیاه دوتا. و خفن، یا حالا اون چی بود اون بالا خوندیم اگر بتونم ببینم، بله الخفنی، الجفنی، ببخشید الجفن. و جفن پیام تیغ معناس ندور، پیام تیغ معناس ندور، پیام تیغ، نمیدونم این چی. و یونبت، دوباره این پایین بود. و یوت یونبت اول یوتبت، احتمالاً bir şey آخردن kişiyi iştigal etmektir derler. حالا یه چیزی هستش که یک انسان رو از غرق خودش میکنه، اجازه نمیده از کار اصلی رو انجام بده. اینو میخواد بگه. bir şey آخردن kişiyi iştigal etmektir. حالا فرض بکنید یه کاری از یه کار دیگر باز میداره، اینو میخواد بگه. به معنی اون هستش اون یونبت. Bu beytler dahi بنی جهور حقینده. بنی جهور هم احتمالا یه آدمی بوده که در اونجا مثل اون حسودا بوده که چیز. بنی جهور احرقتمو، بنی جهور اقرتمو ایجفایکم. حالا ادامه داره این شعر، ادامه داره، مثل این که اون دوست میگفته جنانی فما بال المدایه تعبق تعدوننی کل انبر الورد انما یتیب لکم انفاسه حین یحرق. و له فی الحق الجهاوره، در حق جهاوره. حالا این جهاوره نمیدونم، این الجهاوره الملوکت بتوا، حالا اون احتمالا همون شاه بوده. شرفا سرا معه السماک حنیبا فاذا دعوت ولیدهم لمله لباک رقراق السماح عریبا هم تعاقبها النجوم وقد تلا في سود دمنها العقیب عقیبا و محاسن تبدا دقایق ذکرها یا ذکرها فتکاد تهمک المدیح نصیبا. هر شیئی که متلالی اوله آنه رگراق درلر. حالا اون کلمه رگراق رو دوباره معنی کرد. هر چیزی که متلعله باشه یعنی نور بده یه چیزی، بهش رگراق میگفتن. با ابیات دخی معتزی. حالا دیگه ادامه داره، هی این بیت ها رو میاره. من میخواستم ببینم این کتاب در مورد چی هست. ابن زیدون'un bu Risale-i Mergube'yi inşasına sebep budur ki Mağrib zemininde Beni Umeyye'den dahil demekle ma'ruf olan Abdurrahman ibn Hakme mensub Hulefai Umevi'den müstekfi billah Muhammed ibn mustensar billah ibn mustazhar billah Abdurrahman Halife'nin Züleyha manend hüsnü cemali sahibesi ve Vilade naminde bir doktor pakizesi var idi ki seneye bimesel ve bedel arız dilberde güzel. Şeir ihtimalen sine bimesel و بدل arız dilberde güzel. eybi ancak feta naziktir o nazende güzel.
خیلی شعر زیباییه. هر طرفی موزون و متناسب بر محبوبه آفت جان و نونهان فتان جهان علوب پدری مستکفی بالله قتل اولونوب توایف ملوکه تقلب ایلدشتن sonra سمت شعر و ادبه و نظم و نثر عربه میلی و تحصیل معارف و انشاء شعره جبلی هوسکار المغله رفع حجاب و تستر و تصرفی ترکه ایله داخل مجالس احباب بلکه هم بزم شعرا و کتاب علوب فرد حسن و جمالندن ما ادا شعر و انشاده دخی مردانه و ادیبانه وضع و روشی المغله کبار روزرا و شعرا وزرا کبار وزرا و شعرا دلدادسی و اشکیل دل ربوده و آوارسی علوب هر بری شرف قدرمینه خواهشگر و مشاهده جمال بالکمالینه با کمالینه فرصت خواه و طلبگر علوب تشریفون ایله خانمی رشک ارم ایله آغلتمه بنی iki gözüm این شعر احتمالا بله این شعر از اینجا تشریفون ایله خانمی رشک ارم ایله آغلتمه بنی iki gözüm gel kerem eyle diye her biri niyaz ve birinin hanesine varid qədəravi vardıqda ve birinin hanesine vardıqda مقدوری مرتبه ikram ve اعزاز ve birbirine muamele naz و نیاز ederlerdi ve افتادگان حسن جهانسوزنی معاینه ایلدیکçe بی اختیار. حالا اینجا دوباره شعر احتمالا لبن گلدür دهانون غنچه خدün لاله حمرا جبینün üzre ol kakuli یا انبر bu یا خود سنبلی. حالا اینجا جبیله تر نماساز olur olardı lakin veladetinin meyl ve veladenin meyl ve mehabbeti İbn Zeydune ziyade ve ekser ulfet ve maaşireti mezbure münhasir ve tenhade idi. Hatta bu qət'əyi inşa edib İbn Zeydune irsal eylemiştir. حالا این هی میخواستم ببینم که این چی می نویسه. خب بذارید ببینیم میتونیم یه چیزی بنویسیم که حالا میخواست با این خانم مثل که آشنا شده. حالا فضل و هنرده ممتاز و مسلمی که benim şəddüm və azarımə haris olur hal bu ki bi hazm و günahım və kendinin ziyaretine vardıkta taraf چشم غضب آلودی ایل نظر ایدر چی جویا بنا خادمی علی bey خسبی etmek için varmışım و bir قطعه که انشا edip حالا دیگه هی داره اینها رو طول میده میخواد بگه که این خیلی چیه. دوباره هنوز داره در مورد اون مصرع‌هاش داره صحبت میکنه. من تلاش میکنم که ببینم آیا میتونیم یه کلمه پیدا بکنیم که علت نوشتن این کتاب چی بوده. حالا اینجا رفت یه داستان یه تاریخ نگار دیگری یه داستانی در مورد این داره مینویسه که kitabın əksəri kəlam mühərrir və rəsail mühərrirlərdən amma bə'd ibarəti ilə bəda edərlər ki sami'in kəlamlərini gərəki gibi əsğa və istima edələr hətta subhanə amma bə'd ilə iftixar edib. حالا احتمالا در مورد کتاب میخواد یه چیزایی بنویسه ولی خیلی میگه که حالا چی اینجا یه چیزی دیدم. بذارید برگردم میاد
اما بعد در dedi و bir rivayet ibaret mezkurenin iptida gayili hükemay Arab'den Gus bin Saide el-Ayadi'dir. Lakin rivayet evveli asah olup Qıs Arab'da kelime-i mezkure ile iptida hutbe-i qiraat eliyub ve iptida avail kütübe kitap ve tahrir eylemiştir. Ve mesaib musibet ve naibe ile müptela olan kimsenenin ismi olup racul mesab ve fi aqlihi sabe dirler. حالا دوباره نمیدونم، من فکر کردم این کتاب رو داره میگه که دیگه. خب بذار ببینیم یه جایی میرسیم که اگر بتونیم یه جایی برسیم که ببینیم این حالا به قول بعضی ها من دارم تندخوانی مثلا میکنم، انگار که مثلا خیلی ترکی رو خوب میخونم، حالا دارم تندخوانی هم میکنم، در نتیجه نه تندخوانی نمی کنم. بعضی از کلمات از همینجور چشمم میبینه، ازشون رد میشم که ببینم آیا میتونیم مثلا یه چیزی پیدا بکنیم که دال بر این باشه که این کتاب در مورد چی هست. اینجا یه حدیثی گفته که اینو بخونیم. حالا میبینی که خطا عوض میشه دیگه، نگاه کنید مثلا خط اینجا و با این صفحه پایینی و این صفحه بعدی خیلی با هم متفاوت هستن. حالا من پیغمبر علیه السلام تبلیغ و اعلام ederler. ابن عباس رضی الله عنهمa'dan mervidir ki ve men yakhraca min beytihi muhaciren ilallah ve rasulihi summe yedrukehul maut fakat vaka ecruhu alallah ayeti kerimesi ekser ve ekseme tabi olanlara hakkında nazil olmuştur ve bazı حالا دیگه رفت تو فکر کردم حالا اینجا بشه خب تا صفحه 30 الان اومدیم در اصل 30 کتاب 15 PDF، ولی هنوز نتونستم دستگیرم بشه که این کتاب چیه. حداقل ببینیم فهرستش رو اگه بتونیم پیدا بکنیم که فهرست کتاب چی بوده، باز یک چیز هست. قطعا این کتاب اول قسمت اصلی نوشته، بعد اون قسمت هایی که خوندم اول اون مقدمه کتاب هست، اون رو نوشتن و بهش اضافه کردن. خب نتونستیم پیدا بکنیم، بذارید بریم به یک صفحه اینجا دوباره خط عوض شد. نگاه بکنید اینجا دیگه یه ها رو یای آخر کلمات رو میبره بالای کلمه و مثل حالا چه شکلی بگم اونا رو می نویسه، در نتیجه این نشون میده که خط عوض شد، یه خطات دیگری این کتاب رو داره ادامه میده. هر خطاتی هر صفحه‌ای رو که می نویسه به سبک خودش می نویسه. این هم معلومه که چند تا خطات نشستن این کتاب رو با هم نوشتن. اینجا می بینیم یه آدمی که این رو نوشته خیلی غلط نوشته، در نتیجه خودش اینها رو غلط قلم زده یا تلاش کرده پاک بکنه. اینجا مثلا تضرع رو چیز کرده. من احتمالا این کتاب رو نتونستم اون دیبا چیز رو پیدا بکنم. حیف من میاد که اگر شد اون صفحه رو پیدا بکنیم که حداقل بدونیم این کتاب در مورد چی صحبت میخواد بکنه. کتاب جالبی هست دوستان، به نظر میاد که
ارزش خوندن رو داره و یکی از کتاب‌های ادبی سنگین هم هست، برای اینکه از کلمات من حالا میرم به جای اینکه این کارو بکنیم دیگه، خیلی فکر کنم بیش از 1 ساعتی که 1 ساعت و 7 دقیقه است الان داریم مشغول این کتاب هستیم، بریم و ببینیم که مثلا صفحه از هر 100 صفحه 1 صفحه رو بخونیم. اینجا بریم صفحه 100 یعنی میشه صفحه 200 کتاب. خب حالا دیگه اومدیم. رأفت ادیجیدور که بو مقاله شرایع ارشاد ادر و جهاد تکلیف و ثواب غزا و شهدایی تعویز و احسان ادر، تعریس هم احتمال باشه، تعریس و احسان ادر و تجوب همیردن bir قبیله olup Murad kabilesine hulafadır ve İbn Mülcem kabile tecvididendir ve Necib kendinden bir betnidir ki حالا تجبیب یا نجیبه، تجبیب ابن کند ابن صورت و بو تقدیر üzere ابن ملجم. حالا رفته یه تاریخایی رو داره میگه، من الان دیگه داستان از دستمون رفت، چون از دستمون رفت دیگه میخونیم. بیا ابن ملجم تجونی اقتضاء در و گردوسی، هر آن کس که در دلش، احتمالا فردوسی باشه اینا، فردوسی، هر آن کس در دلش بغض علی است از او در جهان زارتر زار کیست. حالا اینو من قردوسی احتمالا خوندم، ممکنه فردوسی باشه ولی به نظرم به اشعار فردوسی نمیاد برای اینکه فردوسی شیعه نیست، ولی اینجا بنا شد جز از بی پدر و دشمن که یزدان بسوزد با آتش تنش. قطعسini mezbur İbn Mülcem mel'un hakkında inşa eylemiştir ve bir peder ve emsaliden olup bir kimsene hakkında ve veledüz zinadır diye gilgal olsa filan kes bir peder است derler ve bu taife habaset şuara her kim mezahib batilelerinde ittiba etmeye ikfar ve demini istihlal ederlerdi ve kendileriyle ma'an Müslümanani qatl etmeye anet ve imdad etmenleri dahi ekfar edip bizden değildir derlerdi ve her kimse ki mürtekibi kebire ola kafir olup sair kefere ile fehle finnar فخلت فی النار احتمالا باشه olur دیگه حکم و کفر ابلیس ile استدلال ederlerdi ki iblis وحدانیت باریه مقر و سایر اعتقاداتی معترف iken fakat Hazreti Adem'e secde ile emr olundukda عدم امتثال کبیره olmakla muhalled فی النار olmasına باعث oldu deyip bunun emsali nite مذاهب سیعه و باطله ذاهب olmuşlar ve Halid ibn خزاشدن مرویdir ki yevmen feyevmen خوارج متزاید و میانlerinde مذاهب باطله متکثره olmakla اختلافات کثیره ظهور رئیس ازارگه olan نافع ابن ارزق اهوازده مجمع ناس olan چارسوده چندی مذهب باطلی خلقه عرض و دعوت و چندی مذهبinde müteşekkil olduğu mahremlerine izhar edip bir gün zevce mel'unesi teşekkülünden agah olup ya nafi eğer imani tarik ve kafir olduksa bu mezhebden rücu ve xalqi davetinden feragat eyle ve eğer kafir iken bu mezhebe zahib olmağa imana geldikse
sana ittiba etmeyip İslam'a davasında olan kafirleri zanan kudekane varınca katl am ile ki mezahib batıle ki kabul ederler ve müsir olanlardan روی زمینی خالی ایلیه که نوح علیه السلام رب الله تزعر علی الارض من الکافرین. خب دیگه حالا بریم صفحه آخر کتاب رو بخونیم و تمام بکنیم. این صفحه آخر رو تمام بکنیم. اجزل و گتامی دخی سقره اطلاق اولونور و اول سقره کی گناتلری uzun ola mısrahi derler ve her kuş ki murgani seyd ede baz ve şahin gibi ana sakar tesmiye olunur ve cemi asker ve sugur ve sigar ve sugure ve sigare ve sugurunlur sugu ve sakar gelur ve bu misalli جمعون آخونه آخرینه ها الحاق آخرین و bu cem'ün آخرینه ها الحاق توکید içindir ve mümini ve muannesi sagaredir ve sagar lafzi şiddet zarb manasına olan sagardan ma'xuzudur ki muavvel ileyhi حجره ضرب اولونسه سقرت الصخره بالساق وردیلر و سقرن کنتسی احتمالا یا کنسی ابو شجاع و ابو الاسبع و ابو الحمراء و ابو اوروا ابو اور و ابو امر ابو امراندر و سقرون سادگانه کاهزا و کاهسین چاهزا و کا یعنی کا چاهزا و کاهسین بدل اولونوب زگروسگر derler. Zira her kelime ki anda sad ile gaf cem ole lügat tesellüse mezkure caizdir. به ساق حالا از نظر ادبی داره یک کلمه رو چی توضیح میده که نیازی به این نداریم. بذارید بریم لفظ تخصیص جواره اربعه که صغر و شاهین و عقاب و بازدر آنلره سبا و زوادی و کواسر اطلاق اولونور و جواره مذکوره میاننده صغر دواب میاننده استر مسابسنده دور. زیرا اسکر شدت صبر و عذابن غلیزینی حزم و هر گوشه حمله ایدر و غزال و خرگوش سیدینه ممارسه و اعتباری طیور سیدینه ممارسه سندن زیاده دور. زیرا امزاجی بارد و رتب المغله çok مدر su içmez. Binaen aleyhi بخرده مثل الورد آبخر من الصغر. حالا این چی هست نمیدونم. الانجر من القصر درلر نمیدونم این چی. و میدانی انجرمن اینجا الوری انجرمن القصر. حالا چی انجرمن اسد و مثلا حالا دیگه این داره این لغت رو هی همینجوری داره توضیح میده که دیگه چون نخوندیم نمیدونیم چی هست ولش بکنیم. بسیارم ادبیه، یعنی کلمه رو داره معنیش چی هست، چه نوع حیوانی هست، چه رفتاری میکنه، اینا از نظر رفتارشناسی حیوانی هم داره توضیح میده. حالا درست و غلطش رو دیگه نمیدونم. والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب. تمت الرساله و ترجمتها و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و صحابه اجمعین آمین. تاریخی برای این کتاب نگذاشته. در نتیجه فعلا این کتاب بسیار جالب رو
که برای من خطش بسیار زیبا بود. میدونی که منظور من از زیبایی یعنی بتونم بخونم، باهاش ارتباط برقرار بکنم. زیبایی یعنی این، زیبایی چیزی نیستش که بنویسم بذارم اونجا نتونم بفهمم اون چی نوشته. به هر حال کتاب بسیار جالبی بود، به نظر من ارزش خوندن رو داره و برای کسایی که میخوان ترکی رو یاد بگیرن و در مورد تاریخ و ادبیات و اینها هم یه مقدار آشنایی داشته باشن، به نظر من ارزش بسیار زیبایی داره و شاید هم یه روزی باید جزو کتاب‌های درسی باشه. روزتون بخیر، به امید اینکه الله تبارک و تعالی توفیق بده تا بتونیم در یک روز دیگر یک کتاب دیگر رو هم